دومه خدمت علاقمندان و دوستداران الکترونیک سعید الکترونیک هستم. خب یه بورد ست کنترل پمپ آبه که ما الان باید تستش کنیم ببینیم روشن میشه یا نه. یه تست سرد داریم، یه تست گرم. خب ما بوردو میخوایم تست گرم قرار اعمال کنیم بهش و ما الان سیم تست بهش وصل کردیم و برق 110 ولت رو بهش وصل میکنیم که اگه اتصالی هم داشته باشه هیچ خطری برای خودمون و ساختمون نداشته باشه. خب بورد ما الان روشن شد، پس تغذیه‌مون تا اینجاش سالمه. یه چکیش بکنیم یا آهنربا میاریم چون سنسورش ریترلش با مگنت دیگه بالاخره با آهنربا فعال میشه. الان میبینید فعال شد با آهنربا تا چند ثانیه. یه مشکلی داره، الان قطع شد. ما الان میاریم و دوباره میگیریم آهنربا رو. خب باید قرمز بشه که نمیشه اینجا. خب در حال حاضر ما خروجی نداریم. ما این لامپ زدیم به عنوان پمپ یا هم خروجی الان این کسی هیچ روشن نمیکنه، پس خروجی ما الان فعلا نداریم. خب ما یه رله بود عوض کردیم الان. خب پس ما خروجیمون الان دیگه داره، ما الان خروجیمون داره، ولی خب باید اون الیدی قرمز ما روشن باشه. الان ما خروجیمون داریم و باید الان قطع بکنه. اینجوری یک سرت اومده آره با تعویض رله. خروجی رو پس داریم. خب ما یه اشتباه که کرده بودیم. خب این سوکت رو میبینید، این سوکت یه نزده بودیم که این LED قرمز ما روشن بشه. میبینید ما این نزده بودیم، یه من وصل کردم الان LED مو روشن شد. پس الان دیگه ست کنترل پمپ آب ما الان درست داره کار میکنه و من یه شبیه سازی ازش میگیرم الان. پس من این سوکت رو بهش نزده بودم، این سوکت رو باید بهش بزنم. این سوکت رو بهش وصل کردم و این چراغ قرمز ما LED قرمز ما الان روشن شد. من فکر میکردم که مشکل داره، مشکلی توش هست که این LED روشن نیست. پس ما میریم برای شبیه سازی. خب ما الان تو برق زدیمش الان روشن شد و من آهنربا رو میگیرم جلو و تا 1 دقیقه حدودا خودش دیگه خاموش میشه. دیگه خودش خاموش میشه، یه وقت خودش قطع میکنه مثل اتوماتیکی. الان نیست که تا 10 ثانیه طول بکشه خاموش بشه. این آره این الان خودش دیگه قطع کرد، بیشتر از اونا هست. میریم برای بستنش و تمام. پس این دیگه مشکلش رله بود، فقط مشکلش همین رله بود که ما دیگه تعویضش کردیم. این نمونهش رله خیلی خوبی هم بوده، عمرون تعویض شد دیگه. مشکلش همین.